ای آدمی زاد، نظر کن بر این حیوان که می خواهد جان خویش را از دست این درنده آبی نجات دهد و همگلگان او باشد از دور او را نظارت کرده تماشا می کنند که چه خیل این درنده بدهیبت او را پاره پاره کرده به قهر آب می برد و خود را طوری وانمود می کنند که گویا به او یاری کردن می خواهند. و متاسفانه هستند دوستانی که به مثل همگلگان این حیوان معامله می کنند با تو. در وقت خوش و خرسندیت آنها در برد و در وقت کوچکترین مشکلیت آنها دور زیبرد. چنانه که بزرگان گفتند هیچ وقت مگو که گندم دارم تا آن زمانی که در انبارت نباشم. هیچ وقت مگو که دوستانی با وفا دارم تا آن زمانی که در مشکلیت نباشند. و ببین این حیوان‌هایی که با او هیچ علاقمندی ندارند و شاید در حیات باری هم وا نخورده باشند، او را از چنگال این درنده و از دم مرگ عادلانه نجات می‌دهند. و آن انسان‌هایی که تو حتی آنها را دوست نمی‌شمردی، از دوستی با آنها صرف نظر می‌کردی، آنها تیارند که جان تو را با چه ارزشی هم باشد نجات دهند. من یاری یاری کردم، دل به قراری کردم. یاران این زمانه به مثل گل انارند، از دور جلوه دارند، نزدیک بوی ندارند.